رئیس جمهور تاجیکستان برای طبابت آسیا که گویا از جانب 3 نفر سوزانده شده است از آلمان طبیب دعوت کرد. ادگر بیمر، پرزیدنت اسوسیاسیون جراحان ترمیمی و پلاستیکی اروپا که در طبابت بیماران سوخته تجربه کلان دارد، 2 روز است که آسیا را معالجه می‌کند. این طبیب میگوید خطر اصلی برای جان آسیا برطرف شده است. فعلا به جانش یگان خطر جدی تهدید نمی‌کند. خطر دوام 2-3 روزی اول بود که آن سپری گردید. من همکسبانم در تاجیکستان را تبریک می‌کنم که فعلا در بدن آسیا اینفکسیا و باکتریاها نیستند. وضع او در حال حاضر معتدل است. اما این طبیب آلمانی به تاجیکستان برای طبابت آسیا آمده است. میگوید باید فوراً برای او یک دستگاه آورده شود. این دستگاه به گفته ادگر بیمر باید از جای صحت بدن آسیا پوست او را کنده به جای سوخته چسباند. در عکس حال به گفته پروفسور آلمانی اگر چون این کار صورت نگیرد وضع آسیا میتواند بدتر شود. همه پوستی قسمت راستی بدنش از همین طرف سوخته است. اگر ما بگذاریم که خودش صحت شود، پس پوستش جمع می شود و امکان دارد که دستش دیگر حرکت نکند. برای همین ما را ضرور است که این قسمت بدن را با پوست دیگر روی پوش کنیم. این بسیار مهم است برای این دختر. عین زمان آسیا در بیمارستان رقم 3 شهر دوشنبه زیر نظر طبیبان قرار دارد. در آنجا به ما گفتند که او از حساب دولت و خیرخواهان معالجه میگیرد. در مسئله طبابت بیمار طبابت را از حساب بودجه دولت جمهوری قبول کرده ایستاده است. اینچنین به طبابت بیمار کمک از طرف فوند خیریوی لونا و بعضی شخصان خیرخواه. آسیا را با بدن سوخته روز 19 ایون در حدود باغ ملی ناحیه سینا پیدا کردند. طبق خلاصه طبیبان 65% بدن آسیا سوخته است. مقامات امور داخلی 3 نفر را در این کار گمان برمی‌دارند. دادستانی ناحیه سینا حادثه را تحقیق دارد.